بله. صبح بخیر. خدا کنه از خواب بیدارت نکرده باشم. نه، چند دقیقه پیش خودم بیدار شدم. خوب، وقتی به سلطانه خواهر زنگ زدم جواب نداد. با تشویش شدم، مجبور شدم به تو زنگ بزنم. خوب هستم. درست است. وقتی که سر حال شدی باز من برات زنگ میزنم. درست است. بسیار تشکر. یلماز بود. یلماز بود. شما فکر کردین که یوسف از همتون نیست؟ او دیروز رفت خاله. دیگه پروای منم نخواد داشت. دیروز یوسف هم اونجا آمده بود؟ بچیم اگه تو یه حالت با یلماز گپ بزنی برات خوب نیست، اجازه نداری. مورد یک موضوع مهم گپ میزنم. تلفنتون بتین. او گپ مهم چی است؟ بریم بگو. ما او یک جای هوا را پالیدیم. موبایل خدا بتین پدر. بعد از یوسف، بعد از به خدا بچیم، همین که چشمای خدا باز کردی در فکر هوا شدی، کار خوب نمی کنی. موبایل خدا میتین یا بلند شدم موبایل خدا پیدا کنم پدر؟ درست است. بگی. میشه کمی آب برام بیارین؟ همیاله میرم. بله. امروز چاشت پیش شفاخانه بیا. میخوایم همراهیت گپ بزنم. موضوع چی است؟ وقتی گفتم بیا دیگه. زنگ زدی؟ یوسف بازی موبایل در دستت چی میکنه؟ همیاله به هوش آمدی. بیبی نگویی که به هوا زنگ زدیم. چیزی نیست حمیده، چیزی نیست. نسخه را گرفتم. وقت رفتن به دواخانه میریم. کدام گپ شده؟ نه خیر دخترم. چی بفهمم؟ هیجانی شدیم. تو بیار که یک دفعه من ببینم. ببینم صبحانه رو که برات آماده کردیم خوشت میاد یا نه؟ لطفاً کمی خوب بخور دخترم. درست است یازنه، درست است. خب خداحافظ یازنه. پدرم بود؟ ها، اتاقش تبدیل کردن در یک اتاق دیگه بردنش. خدا شکر. این یک خبر بسیار خوش است. راستش وقت او رو در او حالت دیدم فکر کردم خلاص زنده نمیمونه، خدا نجاتش داد. شما پیشتر جواب مرا ندادین. گفتم یوسف پیشتان چی میکرد؟ نه که او باز از سر دخترم دست بردار نیست. چطور؟
میخوایم از تو بپرسم هوا، او بچه عباس چرا پیش تو آمده بود؟ او فقط آمد و مرا دید و رفت مادر. تشویش نکنین. خاله میشه پیش پدرم بریم؟ پایت اوگار است. فرق نمیکنه، یک تاکسی سوار میشیم و تشویشش هستم. او در کدام شفاخانه بستر است؟ چرا؟ نگه تو هم پیشش میری؟ ببینین، هوش کنین و خاطر داخل رفتنم اصرار نکنین. یعنی وقتی شما اینجا به دیدنش آمدین، ما هم خواستم که به خاطر معاینه کردن فشار خود بیایم. اگر نه حتی نمیخوایم چهره و دروغگوی دیگه ببینم. فهمیدیم خواهر جان، درست است. ای اتاق است. برین، شما رفته ببیننش. پدر دخترم، پدر شما خوب هستین؟ خوب هستم. تو چطور هستی؟ شکر که خوب هستین پدر. اما چشمات خواهی قسم نمیگم. یاسنا تو چی میگی؟ چه باش حال وقتی گپا نیست. تو خوب هستی دخترم؟ خبر شدم که سر تو چی بلای بزرگی آمده. خوب هستم، تشویش نکنین. شریفه، خواهر درست از حق داری، ما هم گپای تایید میکنم، اما وضعیت او بیچاره را نمیبینی؟ بیا دیگه او را ببخش. خواهر بیا دیگه. شفا باشه. امی که تو آمدی من کاملا خوب شدم. بالاخره بعد از 40 سال یک کار خیر انجام دادی. شفا باشه. یلماس تو چه قسم اینجا آمدی بچه؟ خواهر ما بیرون میریم، تو همراه یازنیم گپ بزن. گپ بزن دیگه خواهر. دوای تو را گرفته به طرف خانه روان بودم که نشانی خانه یادم آمد. خواستم زودتر خبر بتم، از ورخطایی نفهمیدم که لاری از کجا در مقابلم آمد و مرا زد. دیگه نمیفهمم چی شد. یلماس از کجا میفهم ما اینجا هستیم؟ اول خانه رفتم، کاکا رشید برم گفت. خیرت از بچم؟ صبح یا صبح برم زنگ زد. چی؟ او چی گفت؟ خواست مرا ببینه، باز مرا پیش خود خواست. یعنی درباره چی گپ میزنه؟ هوا بیا دیگه که بریم دخترم. مریض پرسی باید کوتاه باشم. بریم دیگه.
منور، ما میخوایم زندگی باقی مانده خودم همراه تو با شما سپری کنم. تصمیم گرفتیم از سزار جدا شم. با ما چشم به چشم شدن هم میتونی؟ وقتی عاشق پدرم شدی نشرمدی؟ حاله که من خبر شدم از من میشرمی منور؟ تو چطور این کاره کردی ها؟ چطور در حق مادرم این کاره کردی؟ بودم گپ نزن، گپ من گوش کن. ای را به طرح خاتممتی. اگه نه از این موضوع تمام خانوادت خبر خواهد شد. باید زودتر این کاره کنی. زیاد پشت دق شده بودم منور، به اندازه که حتی فکرشم کردن نمیتونی. بله. سلام، چطور هستی؟ خوب هستم. راستش مام همیال سزار خانه آوردم. بسیار خوش شدم. یعنی حال صحتش خوب است؟ بله. راستش مام به تو زنگ میزنم. اگه میتونی همیال حرکت کن. مام منتظرت هستم. راستش اگه در قهوه خانه ببینیم خوبتر است. میخواستم دوباره یک موضوع هم راید گپ بزنم. درست است. درست است، زنده باشین. هوا بیبی ما پرسیدم دکتری که تو را میبینه آمده، بیا دخترم که پیشش بریم. خواهر دختر تا کسی دیگه معاینه نمیکنه، باید دکتر خودش معاینه کنه که خوب شده یا نه. پس هنوز خوب است، بخزین که پیشش بریم. مادر جان من کاملا خوب هستم، منتظر دکتر میمانم. شما خانه برین، خسته هستین. خواهر بیبی بچه بر تاکسی آورده، تاکسی ده بیرون منتظرت است. حالا دیگه پس درست است. میبخشین بچه تو ما زحمت شدی، بسیار زیاد تشکر استغفر میکنم. الله خاله جان. برین دیگه مادر جان، تشویش نکنی. دخترم متوجه خود باش. سلطانه گوش کنی که از پیش هوا دور نشی. درست است؟ درست است خواهر، تو تشویش نکن. حالا دیگه برو. بسیار خوب رفتم. خب یوسف چی گفت؟ گفت بیا که گپ بزنیم. وقت رفتیم باز میفهمیم. موضوع خب معلوم دار است، اما مقصدش چی است نمیفهمیم. ما تو را چی گفتم دختر جان ها؟ نگفتم وقتی با خود بیایه باز حتما یک کار میکنه. تا زور چی قصه منتظرش خواد بودیم؟ بیز شفاخانه آمدی، بیا پایتام نشان بده. نه ضرور نیست، باش که یک دفعه مادرم بره باز گپ میزنیم. اما در فکر من چیز دیگه میکرده.
برادرای مومن، آیا این جوان یک آدم خوب بودن؟ آیا حق خدا برش میبخشین؟ بلند بگوین. حق خدا برش میبخشین؟ حق خدا برش میبخشین؟ آل برش طلب مغفرت کنین. خداوند از تمام ما راضی باشن. زندگی سرتان باشه. زندگی سرتان. خداوند مغفرتش کنه. زندگی سرتان باشه. زندگی سرتان باشه. زندگی سرتان باشه. تو اینجا چی میکنی ها؟ در زندگی خوشینی دارم نمودی، حداقل در دنیا خورم بانش. تو چی میگی؟ به خود بیا. گم شوین. از این بیشتر بیادر مرنج ندین. بیادر جان، سر جنازه هر کس آمده میتونه. چی است که تو میگی؟ کلش به خاطر تو شد. به خاطر تو جونت خود از بین برد. ایره ببره نگنه کدام گپ خواست شد. ببرنش. آرام باش، بیا که بریم یلماس. خاله من چطور یک عمر ای بار سنگینه تحمل کنم ها؟ عادل راست میگفت، دلیل مرگش مستم. به خاطر من مرد. تو همیشه برشی گپ میگفتی هوا. باش میگفتی که من از تو شده نمیتونم. اما او که گوش میکرد بالاخره خدا از بین برد. میفهمین او هم همی گپه برم گفت تو مرا سوختاندی. هر دوی ما را عشق سوختاند خاله. جنید مرا دوست داشت، اما من یوسف دوست داشتم. میبینین هیچ کدام ما به یکی دیگه نرسیدیم. آب آوردم خاله. اگه میخوای یک بار رویشه باشه. رویته باشم؟ دخترم بیبی زد که دیگه حتما به جنازش میایی و آمدی. اما بیبی که خودت به چه وضعیت رسیدی، خداوند او رو رحمت کنه. آمین. بعد از این همه چیز خوب خواهد شد دخترم، باور کن. واقعا راست گفتن که این دنیا 2 روزه و فانی است. در این دنیا عشق همیشه ناکام میمونه. اما تا با چشمای خودم رنج و غم یوسف نبینم نمیمورم. باز خواب دیدین. آفرین دخترم، آفرین. یلماس، امیال وقتش است. اگه خواسته باشی تو هم رفت همراه یوسف گپ بزن. هر چی زودتر باید با فامیل که چی میخواه بگویه. درست است، اما اول باید شماره برسانیم. ضرور نیست، ما خودمون میریم. تو برو بچه. بیا. اوف خدایا. نه چرا داخل موتر موندی؟ به خاطر که میترسید اینجا کسی ما را نبینه. به خاطر ای گپا گفتم که دلت نگیریم منور. هدف بد نداشتم جانم. به نظر ما بعد از این نباید بترسیم. میخوایم که دیگه مخفیانه یک دیگه خدا نبینیم جلال. چرا؟ تو قهر معلوم میشی. کدام گپ شده؟ من فکر میکردم که همه قسم شاید دوست داشته باشی. پس وقتی که تو میخوایی درست است. هر قسمی که بخوایم زندگی خدا پیش بردم میتونم جانم. میفهمم. من فقط امی قسم راحت احساس میکنم. فکر میکنم که کاملا در یک دنیای متفاوت هستم. اما
اما چی منیمت مناور؟ قسمه که گفته بودم فکر میکنم او دنیای حقیقیمون نیست که ما با هم میباشیم. تو نیستی، من نیستم. ما دیگه تو نمیخوایم. راستش من از این گپا چیزی را نفهمیدم. تو میخوای چی بگویی؟ این چی است؟ یک صندوق است که تمام خاطرات مشترک ما را در داخلش نگاه کرده بودم جلال. اما اینا را به ما چرا آوردی منور؟ اینا باید پیش خودت باشن. ما دیگه نمیخوایم از تو کدام خاطری در زندگیم داشته باشم جلال. ای دیگه چی معنی میده؟ میخوایم از جدا شوم جلال. چی؟ آی خدا را شکر که خوب استی بچیم. حالا که خانه بریم باز دگام خوب تر خود شدی انشالله. صبر کن مراد، صبر کن. دیگه نمیخوایم دایی بشینم. چی میکنی بچم؟ خدا نخواسته سر دور خورده چشمای سیاهی نکنم. خوب هستم کاکا، خوب هستم. شما برین، ما یک کار دارم. کجا میری بچیم؟ نمیبینی که صحتت چقدر خراب است؟ امکان نداره بچیم، باید کل ما یک جای بریم. مادر گفتم شما برین، ما کار دارم. توبه اصلا برات اجازه نمیتم. تو رو از خیابان پیدا نکردیم بچیم. جای دور نمیرم، همراه یلماز گپ میزنم. چرا نمیفهمین؟ کلش به خاطر اوست. 2 روز میشه که امروز آشنا شدی. اما توبه شما بریم پدر، من منتظر یوسف میباشم. ضرور نیست منتظر باشی، برین. من مانعت نمیشم، برو همراهش گپ بزن. فقط تو را در این وضعیت دلا کردن نمیتونم. خدایا برام صبر بده. کدام گپ شده بیادر؟ چی شده؟ حتما ما کدام کار کردیم که تو عصبانی هستی؟ اشتباه شاید برات کدام گپ زده باشم. نه خیر تو کدام گپ نیست جلال. پس چی گپ شده؟ چرا جیگرخون هستی؟ جلال بیبی تو پیش ما بسیار زیاد قدر داری. تو به من یه احساس دادی که میتونم پیشرفت کنم. او منور که عضو کوچک خانواده خود بود و خدا بی قدر حس میکرد پیش تو یک خانم با قدر و با عزت شد. جلال تو سر ما باور کردی، اعتبار کردی، مرا معتقد ساختی که کامیاب شده میتونم. او منوره که تا امروز خدا ثابت نکرده بود امروز تو خدا کامیاب احساس میکنه. این گپاره کنار بانیم، درباره زندگی و آینده خود گپ بزنیم، درباره عشق خود گپ بزنیم. درست است؟ لطفاً جلال خواهش میکنم مرا درک کن. گفتنی همه بر من بسیار زیاد مشکل است، اما تمامش حقیقت است. گوش کن، اون وقت ما تو یک جای شویم از تمام حقیقت های خود، دور از زندگی حقیقی خود، کاملا متفاوت زندگی میکنیم، اما راه برگشت ما با زندگی حقیقی ماست. ما دیگه کدام رای ندارم. باور کن جلال، تو در کنار خانم خدا، ما هم در کنار خانواده خدا. من خب برات گفتم که جدا میشیم، اما کم صحت سزار خوب شود باز. این کار کردن نمیتونی جلال، نباید هم این کار کنی. وقت سزار خانم با تو اینقدر ضرورت داشته باشه نمیشه. شما با یک دیگیتون محبت دادین، با هم یک خانواده را تشکیل دادین. تو یک خانم و یک دختر داری که سرت باور دارن، با اونا ارزش داری. اگه سزار خانم جدا شوی اونا را ناراحت میسازی. ما با دادن غم به دیگرها هیچ وقت خوشبخت شدن نمیتونیم جلال. اگه شویم هم ادامه داده نمیتونیم. ما او قسم انسان نیستیم. چرا نمیفهمی؟
ما تو را بسیار زیاد دوست دارم. مام تو را بسیار دوست دارم، اما یک جای شدن ما و تو بسیار کسا را جگرخون می سازه. ما این حق نداریم که خانواده خود جگرخون و پریشان بسازیم. جلال میفهمی یا نه؟ یعنی چی؟ فکر میکنی اگر از تو جدا شوم من دوباره پیش سزار میرم؟ رابطه ما او خلاص خواهد شد. چرا مرا درک نمیکنی منور؟ ما او فقط با هم عادت کردیم. عادت هم نه، بلکه سال هاست موضوع پرستاری میکنم. اگه من همی بودم باز شما همی قسم به زندگی و دی خود ادامه میدادین جلال. اما من میخوایم که بعد از یام همی قسم شوه. جلال ما بسیار زیاد فکر کردم. باور کن وقت سزار خانم خبر شد که در زندگی تو کس دیگه است به چی حالت رسید. خودم میفهم وقت بفهمم که تو میخوای ازش جدا شوی چی بلایی به سر خود بیاره. ما دعای بدوره گرفته نمیتونم جلال. به همین خاطر تصمیم ما جدی است. خانوادیت به تو ضرورت دارن. در کنار اونا باش. روزایی را که سپاری کردیم واقعا بسیار زیبا بود، اما تا همینجا بود. از اول نباید به دوستی ادامه میدادیم، اما حال خوش شد دیگه. و حالا وقتش رسیده که به دوستی خود پایان بدیم. خلاص شوه. تو این کار کردن نمیتونی. این رابطه را از بین بردن نمیتونی. ما تو را دوست دارم. ما بدون تو زندگی کردن نمیتونم. باقی باند عمر خودم میخوایم که در کنار تو سپری کنم منور. بدون تو دیگه هیچ کس برام مهم نیست. امکان نداره جلال. هر کسی که بگوید برام مهم نیست. آماده هستم با هر مشکل مقابله کنم. در مقابل هر کس ایستادگی کنم. فقط کافی است که تو در کنارم باشی منور. فقط تو. این کار نکن جلال. تمام گپایی که میخواستم بگویم برات گفتم. ما بیبی منور. بیبی تو را مقصر فکر نمی کنم. بعد از همیشه امی قسمانت سرمو میآید. کلگی ما را به نظر بد خود دیدن و بالاخره قدرت تحمل مام خلاص خود شد. فرار کردن از دیگرها را کنار بان. ما از یک دیگه خودم فرار کردن نمیتونیم. لطفا مرا درک کن. بعد از این ادامه دادن نمیتونم. بان که تمام چیز همینجا خلاص شود. منور صبر کن. منور مرا خواسته بودی؟ این آمدم. محمد سلام. تو اینجا چی میکنی؟ با تشویشت بودم. دفعتن از اونجا گم شدی. من خوب هستم. مرا چیزی نشده. مریض من نیستم. یوسف هست. از اینکه یوسف خانم رای بیادر خود یک جای شده بسیار خوب است، اما تو باید متوجه خود باشی.
عامل بودنت فراموش نکنی. محمد همیال حوصله بس کردن با تو رو ندارم. فقط متوجه شاورت هستی، میخوای بفهمی که چی هدف دارم. بله محمد، بیا تو وقتی از اینجا رفتیم میفهمیم که همراه او آدم چی کار داشته. حتما به خاطر حوادث با هم گپ میزنم. یه دو بیادارا به خاطر پالیدن هوا بسیار زحمت کشیدن. خدا لعنتشون کنه. از هوا جدا میشی. این پایونده باید از بین ببری. با کدام حقی گپا برم میگی؟ ما هوا را برات معرفی نکردم احمق. فراموش کردی؟ با خاطر که بیادر مستی برات چیز نمیگم. با تو چه که هوا امرای که عروسی کرده؟ اصلا با تو مربوط نمیشه. تو کی هستی که برای می گپا میزنی احمق؟ ها؟ باید از هوا جدا شوی. بیبی همراه ما گپ زور نزن. ما حال راننده تو نیستم. در مورد هوا میگم. یکی دیگه خود دیدیم، خوش کردیم و عروسی کردیم. لازم نمیبینم که با کسی حسابی بدم. یوسف چیز نپرس ما. محمد بیلین؟ اینجا چی میکنی؟ برای زنگ زدم، وقتی جواب ندادی به قصر رفتم. گفتن یوسف حادثه کرده، با او خاطر خواستم عیادتش برم. اگه نرم بد میشنه. یوسف هم چند دقیقه پیش رخصت شد. بسیار خوب، پس کدام گپ مهم نبوده. خوش شدم. به هر صورت جانم، به همه بهانه ما نامزد خود دیدم. تو هم حق جانب وسیده ای روزا زیاد متوجه نیستم، اما خودت بهتر میفهمی. یوسف شرکت نمیره، تمام کارا سر من است. در ضمن در یه اواخر هر روز در شفاخانه هستم. روز پیش مادر بادم مریض بود. یعنی تمامش مشکلات خانوادگی است. به نظرم تو هنوز درک کرده نتونستی که ما هم عضوی از خانواده تان هستم، اما تو متوجه نیستی. اگه به مام خبر میدادی شاید مام همراهت میرفتم. جدی میگم. تو هم راست میگی، اما به هر صورت از خانواده گفتی. خانواده مام آخر هفته اینجا میاین. چرا؟ چی شده؟ کدام مشکل پیش آمده؟ نه هیچ مشکلی نیست. به خاطر که تو به استانبول رفتن نتونستی، اونا هم خواستن پیش داماد دوست داشتنی خود بیاین و او را ببینن. انشالله با دیدن اونا وقت پیدا میکنی. منظور من این نبود. یعنی کاش که خبر میداشتم تا آمادگی میگرفتم. کاش که موبایلت جواب میدادی محمد. خب دیگه بیشتر از این وقتت نمیگیرم. میرم که عکس‌ها و مجله رو تکمیل کنم. از طرف میره به خانوادت بده. با امید دیدار. باش که برسانمت. بیا دخترم. خاله جان بیول ما زنگ بزنیم. نگه گپاش فراموش که دو بچه بر چی گفت منتظر خبر باش. حتما تا هنوز گپ زده میرن. بیا. چی بفهمم؟ چرا به من زنگ نزد که به او زنگ زد؟ خدا میفهمه در مورد چی گپ میزنن. تو از او بچه چی میخوای دختر؟ او اینقدر وقت نداره که بر زنگ زده بره. بیا. خب او کار مهم خود با بیادر دوست داشتنی خود حل کرده تا نیستی؟ یک دانیم
فکر میکنی کسی نمیفهمه، کس حس نمیکنه؟ اما من میفهمم، تو را خوب میشناسم. تو اونجا به خاطر پرسیدن صحت هوا رفته بودی بچیم یوسف. اما باید ایره بفهمی بچیم، بیبی در حق خانم خود زیاد ظلم میکنی. با چشمای خانم خود دیده یعنی در مورد دیگه کس فکر میکنی؟ با خدا بسیار بد است. با آدم میفهمم پیش هوا رفته بودم. نه خیر، خانم تو بسیار یک زن بی عقل است. از کجا بفهمه؟ چطور نمیفهمه بچیم؟ اما واقعا یک خانم وفادار بوده. بله، با وجود ای کارای تو انوزام برات احترام داره بچیم. با وجود که امروز قدر ظلم کردی، همیشه مثل پروانه دا دور و برت میچرخه. آفرینش. من خوب از صبری دختر حیران میمانم. یوسف، من مادر تو هستم، تو را میشناسم. تو یک انسان عادل و مهربان و رحم دل هستی بچیم. من میفهمم. نمیشه کمه به خانمتام رحم کنی یوسف بچیم؟ ها؟ از همه کده او لیاقت ایره نداره. کم فکر کو به لیاز خدا. نجمی oğlu Cüneyt قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن الجنة حق والنار حق والبعث حق فإن الساعة آتية لا ريب فيها فإن الله يبعث من في القبور. آی جنید بیادر، باید آخرین دیدار ما همینجا می بودم. او قدر کوشش، او قدر عشق، او قدر درد، تمامش به خاطر هوا یا به خاطر رفتن زیر خاک بود. باور کردن نمیتونم که مردی. میگفتم بالاخره حواس جنید خواد شد. او حق تو بود، اما ترازوی انصاف و ترازوی قلب یکسان نبوده بیادر. ببینم که عشق ما به کجا میرسه. میفهمی طفل مرا بد نشست. بله، ما هم باور کردن نمیتونم. او طفل امیدم از جنید بیادر. تا آخرین نفسم از عشق منصرف نمیشم. اگه هیچ کار کردن نتونستم پیش تو میم جنید بیادر. عشق خودم رای خاک قبر تقسیم میکنه. کم بود فراموش کنم. و تو هوا را آوردیم. حالا دیگه راحت بخواب جنید بیادر.
آه جانم، چای آوردی یک دانیم؟ به یوسف آوردم و میدش فایده داره. چای گیاهیست. ناق زحمت کشیدی دخترم. و دخترها میگفتی که این کارم میکردن. چی میگین مادر جان؟ من از کاری که به خاطر یوسف انجام بدم خسته نمیشم. به هر صورت خوب دیگه شما کم استراحت کنین تا سر حال شوین ها. اگه با چیز ضرورت داشتین به ما بگویین. حال چای ننوش هنوز بسیار داغ است. بون که کم سرد شود. دکتر گفت نباید زیاد گرم یا سرد بنوشی. کلکینه باز کنم که هوای تازه بیاید؟ به هر صورت تو حال استراحت کن. من میرم برات سوپ بیارم. دوای تو هم همینجاست. شام باز برات میتونم بیاز و دوای صبح شفاخانه خوردی. بادا بیا اینجا بشی. بیا. هیچ نمیفهمم برات چه قسم بگویم. تو بسیار رنج دیدی و اون به خاطر من، اما همیشه در کنارم بودی و مرا تنها نماندی. میفهمی همه را از صدق دل انجام دادی، اما ای که چه قسم حقت را بجا کنم نمیفهمم. حق چی یوسف؟ تو شوهرم هستی. به خاطر که تو را دوست دارم در کنارت هستم. من یک بار آشپزخانه برم. آه بچیم آه. اشک از چشمای دختر چی وقت دور خواهد شد؟ باز چی شده حمیده که مثل همیشه زیر لب بربر کده میری؟ سر یوسف بچیم عصبانی هستم. قدر گل وار خانم خدا نمیفهمم. بچه کی هست دیگه؟ باز چی کده؟ چی برات بگویم؟ ما از این کارش خسته شدیم. او دختر خوش و خندان داخل اتاق رفت اما گریه کده بیرون شد. به نظر تو کار خوبی میکنه ها؟ به خاطر که چیز نمیگه یوسف هر کار که دلش میشه میکنه. چرا یک قسم طرفم سل میکنی؟ بخیز امره بچهت گپ بزن تا کمی از عقل خود استفاده کنه. با خدا او را همیشه با کارهای خود جگر خون میسازه. یک روزا موی دختر خوش نبوده. دامشی پیونده باید از بین ببری. ما هوا را برات معرفی نکردم احمق. فراموش کردی. با خاطر که بیادرم هستی برات چیزی نمیگم. درست از چیزایی را که گفته بودم آماده باشن. فعلا خداحافظ. بیاین پدر. باز میخوای چی کنی یوسف؟ کار نمیکنم پدر. فکر میکردم که چطور دینای خدا ادا کنم. ادا کردن تمامش امکان نداره، اما کم از کم دیگه اشتباه نکنم. باز درباره هوا فکر میکنی؟ دیگه هوا وجود نداره پدر. هر بار کارایش فراموش میکنم.
اما او بار بار از پشت با من خنجر میزنه. نمیفهمی چه قسم هر از کاملا کار همقانه را انجام میده. دیگه بالاش اعتماد ندارم. بعد از ارزش ندارم. وقتی تصمیم گرفتی سر گپت سالسی، پس بان که از زندگیت بیرون شوه بچه. از زندگی همه ما برای همیش دور شوه. دیگه نباید نام هوا را بگیری. خب تو همراه کی گپ میزدی؟ همراه یلماز؟ نه خیر. با در به غذای شب میبرم. کمی آمادگی میگرفتم. به او هم خوب میشه. بعد از وقتا میخوایم اون رو به تفریح ببرم. این قسمی به هر دوی ما خوب خود بود. و هم یک آغاز جدید میباشه. بسیار خوش شدم. واقعا از این کارت خوش شدم. مادرت استراحت کرد. سر صدا نکنه نگنه. خواهرم بیدار خود شد. خبر داری که یوسف چی گفته؟ گفته از هوا جدا شد الماس. یوسف خانه بیبی میگه نه از ما شوه و نه از کس دیگه ها؟ اما یک قسم خو امکان نداره. او میخواد که سر ما امر کنه. اما ما خو برتان گفته بودم که او غیرت نداره، فقط مخفیانه امر میکنه. او آدم هر کس نوکر خود فکر میکنه، اما سر امر کردن نمیتونه. هیچ نمیفهمم که او میخواد چی کنه. وقتی میگه هوا بیا یعنی باید بیایم، و وقتی که میگه برو یعنی برو. وقتی هم که مرا نخواست باید از پیش چشماش گم شوم. به نظرش عدالت همی قسم است. به خاطر که عادت کرده. هر کاری که میکنه پدر و مادرش ازش حمایت میکنن. او فکر میکنه که هر کسی امرش قبول میکنه، اما قسم نیست. پس حال ما باید چی کنیم؟ برای خود ادامه میدیم. چطور یعنی؟ میریم. منور دا اتاقم بیا. منور تو چرا موبایلت جواب نمیدی؟ ها؟ البته گپه که میخواستی گفتی، تصمیمت گرفتی و حالی هم از پیشم فرار میکنی. پس من ای که چی فکر میکنم چی حس میکنم اصلا برات مهم نیست؟ همه تو نیست؟ جلال ما درباره اردوی ما فکر کرده ای تصمیم گرفتی. نه خیر خانم، من ایره قبول ندارم. اول باید گپ بزنیم، باز بعداً تصمیم خودم میگیریم. چیزی به گپ زدن وجود نداره. ما اینجا به خاطر استفاده دادن به شرکت آمدیم جلال. ورق خروجی خدا گرفتم. حالا دیگه برای همیشه زندگیت بیرون میشم. چطور؟ این دیگه چی معنی میده؟ بدون گفتن به ما استفاده دی؟ جلال بعد از این همه گپا یک جای کار کردن ما امکان نداره. چرا نمیفهمی؟ اما تو دست پای ما رو بسته میکنی منور. تو به هیچ گپ ما گوش نمیدی. چرا؟ دیگه چیزی به شنیدن نمونده جلال. منور خواهش میکنم جلال لطفاً از پشتم نیا. بیازو مشکل است. از این بیشتر برام مشکل نساز لطفاً. نه میبخشن. بفرمایید. خوش آمدی فخری. خوش باشی آقا جلال. اگه امروز قرارداد گرفته تا نستیم باز تجلیلش میکنیم. انشالله انشالله فخری.
تو داخل برو، من میایم. دخترم با آقا فخری یک گلاس قهوه ببر. درست است آقا جلال. آقا جلال، به نشانی کلینیک فرانسه که دکتر برم داده بود به تماس شدم ده آخر ما به خاطر خانم سوزان وقت گرفتم. اگر شما خواسته باشین در موردش گپ بزنم. همراهشان گپ بزن. با یک روز مناسب وقت بگی. فردا چکت آرام بگی. هر چیز رو در میخوایم برم. دزم دهی هفته چند جلسه مهم داشتین؟ گفتم با فردا صبح تکت بگی. چرا نمیفهمی؟ درست است آقا، هر قسم که شما بخواین. بسیار مقبول شدی. زنده باشی. بسیار تشکر. پایت چطور است؟ خوب است. بسیار خوب است. ای که دکتر آوردی زنده باشی یولماس. من خواستم که با پاهای خود به او خانه بری. بازم زنده باشی. ای نام خدا، بسیار مقبول شدی دخترم. عروس مقبولم نظر نشه. تشکر میکنم. نوش جانتان اولادا، خوب لذت ببرین. اما متوجه خوردنی و نوشیدنی خود باشین بچیم، درست است؟ دروازه را باز کو دخترم. میگم دروازه را باز کو دخترم. ای احمقا در خانه ما چی میکنن؟ در این خانه به اندازه شما ما هم حق دارم. همراه خانم خود همینجا زندگی میکنیم.
بلیاز خدا شما چی گفته میرین؟ ها؟ تو کی هستی؟ تو کی هستی که میخوایی در خانه من زندگی کنی؟ ما موضوع امی خانواده هستم امیده خانم. ما یک خانجی اغلو هستم. خوب است. یعنی به می خاطر خواستی در این خانه زندگی کنی تا در این خانه پادشاهی کده بتونی؟ کاملا درست گفتین. تو گپ نزن. تو مخاطب من نیستی دختر. کاملا اشتباه. بعد از این تنها کسی که در مقابل شما استاد میشه مستم حمیده خانم. به خاطر که خانم یلماز هستم. خانمش هست. چرا حیران ماندید؟ یوسف خبر داشت نه که براتون نگفته. این گپ راست است. میره. کوشش نکنین کاسه صبر من لبریز بسازین. از این خانه بیرون شوین. بسیار جالب است. همراه خود بایک خودم آوردن. جرأت اینا را بیبی. اینا واقعا میخواین که اینجا زندگی کنن اولادا؟ نه که نفهمیدین اینجا خانه مام است. و با خاطر زندگی کردن ده اینجا لازم نیست از کسی اجازه بگیرم. پس لطفاً از سر رایم پس شوین. یک دقیقه صبر کو آقا. یک دقیقه صبر کو. یلماز خان، یوسف، زود شوین و پلیس زنگ بزنین. بگوین به خانه ما تجاوز کردن. آرام باش حمیده. آی چطور آرام باشم؟ اینا رو نمیبینی؟ شما چیزی نمیگین؟ میگم بچی، هر دقیقه یک گپا برات میگم، اما از یک گوش داخل میشه و از دیگهش بیرون میشه. هلا بیرون شو، از خانه ما بیرون شو. هلا فکر میکنم این خانه تنها از شما نیست. مادر جان یلماز فکر میکنه به خاطر که تخلص ما را داره بالای همه چیز حق داره، در حالی که تا از نگاهی حقوقی بیادر بودن خدا و ما ثبوت نکنه چیزی که نمیتونه. حالا از این خانه بیرون شوین. ما در این خانه سر تخلص خود اعتماد کردن آمدیم. به خاطر که حق قانونی دارم آمدیم. ای چطور امکان داره؟ او چی است بچه؟ بچم دیگرها کجاستن؟ یوسف خان خانم خود به غذا خوردن برد. تمام خانواده به خاطر بدرقی او پایین رفتن. پس تو چرا قدر وقت نوشیدن شروع کردی ها؟ گفتم وقتی هر کس لذت میبره بان که مام لذت ببرم تا توازن مساوی شود. فهمیده شد. تو رفته باز ده این نقطه میرسی هم تو نیست. متوجه هستی که هم به خود و هم به اطرافیانت ضرر میرسانی؟ باز به کی ضرر رساندیم؟ خودت در کوچی هستن چپ نزن. گفتیم به یوسف نگو. رفته برش گفتی هوا اختطاف شده. دازم به باده گفتی که شوهرت پشت هوا را گرفته با تو نیست؟ نه که برش دروغ گفتیم پدر. ای که گفتی چی فایده کردی؟ چی بد است آوردی ها؟ چشماش بغیر از تو کسی دیگر را نمیبینه.
بادا خانم یوسف است. دبت طفل یوسف است. از این بیشتر سرم فشار نیارین، دهنمو باز نکنین پدر. گپ بزن بچیم، گپ بزن. در فکرت چی میگرده؟ گپ قلبت برم بگو چی میخوایی. بگو که یک راه حل پیدا کنیم. اگر تو راحت نخواد شدی خانوادهتان با آرامی نمیمانی. آیا ای راست است؟ این ورقه چی است پدر؟ اینا اینجا چی میکنن؟ این خبر از کجا شد؟ این قباله را از کجا کدی؟ باز اینجا چی گپ است؟ ما برات چی گفتم یلماز؟ اگه میخوای گپی را برام گفته بودی اینجا نگویم. تو مرا تهدید میکنی احمق؟ این تهدید نیست، حقیقت است. ایره بگو از اینجا خدا گم کن. یوسف بچه کوکو آرام باش. تام کم آرامتر گپ بزن بیادر. ضرور نیست که گپ بزنم. قباله اینجا از بخوانین و تصمیم بگیرین. قباله داره. اگه به خوبی بیرون نشین یک رای براتون پیدا خواهد کردم. شکایت کنین. یک قسم بهتر میشه. پلیس هم تحقیقات خودش شروع میکنه و رازای پنهانی ما برملا میشه. تو هم راز گپ میزنی یلماز؟ ایر از پدرت بپرس. اما واضح است که گفته نمیتونه که در قباله به ما هم سهم داده. این حقیقت داره بیادر. جواب بتنه کاکا یلماز. بگین از برملا شدن اشتباهیم. یک قدر میترسیدم که از جایداد 40 ساله خود تیر شدم و مرام در میراث این خانه شریک ساختین. یلماز خان این حقیقت داره؟ اشتباهی را که این همه سالا پنهان کدی، حالی این خانه رام خموشانه به نامش کدی؟ یلماز خان! مادر صبر کنین، آرام باشین. خانم بیادر بشینین. اینجا بشینین. مادر خوب هستین؟ جواب بدین خوب هستین؟ مادر آرام باشین. مادر جان لطفا جواب بدین، خود ناراحت نسازین خواهش میکنم. آی بادم ولی از خدا غرضم نگی. آی با من دست نزن. همیشه همه قسم خدایا تو کمک برم خود صبر بدی. حال تمام کارات دانه دانه تلافی میکنی. یک ذرم دلم برش نمیسوزه، پروایش ندارم. حالا میتونم نفس راحت بکشم. دیدین نه؟ از اینکه بچهش بودم ناراحت نبود، اما چون خانه را برنامه کرده بود ناراحت شد. معلوم میشه دیگرها خبر نداشتن. خاله به نظرت برشان گفته باشن؟ فرض کو که گفته چی تغییر میکنه؟ تو صاحبش شدی؟ ازت حمایت کرد؟ ها؟ این خانه همه چیز جبران کرده میتونه. اگه به شما اهمیت هم نتن خودشان ضرر میکنن. اما من میفهمم وقتی ازشان چیزی نیایه باز او خودشان به پایتان میفتن. هر قدر که میخواین اهمیت نتن ما هیچ جای نمیرم. در ضمن هنوز هیچ کاری نکردیم. متوجه رفتارت باش. پیش از اینکه چشمایت بکشن فکر کو که دی خانه چی کار هستی. این چی معنا داره کاکا؟ چطور امروی ما این کار کردین؟ بچیم حالا وقتی گپا نیست. مادر جان بونوشن. یلماز خان جواب بدینی؟ یلماز خان گپ بزن. مادر سزاوار همی بودیم ها؟ مادر جان اصابتون خراب نسازین. پینار جان برو دوایشون بیار. این اولادا سزاوار همی بودن؟
او بچه هم حق به جانب است. در دستش قباله وجود داره. درست است قدر چیخ نزنین. پدر چرا چیزی نمیگین؟ هیچی جریان داره پدر؟ ها؟ چرا خاموش هستین؟ او احمق راست میگه ها؟ چطور این کار کده تانستین پدر؟ چطور در این خانه به او بچه حق دادین؟ چرا این کار کدین؟ چرا برام نگفتین؟ قرار بود با هم این کار حل کنیم. گفتن نتونستم دیگه. شرمیدم، ترسیدم، جرأت گفتنش نداشتم. میفهمی که در وقتی که شما را از دست بدم میترسیدم، اما هیچ وقت فکر نمیکردم این قسم بهتر بگی کنه. حتی تصورشم نمیکردم بچیم. اما دیدن که این کار کرد. او به شرفی کار کرد. ما را شرمنده ساخت. ای به شرما هنوزم نرفتن؟ مار، تو کل چیز میفهمیدی به ما نگفتی. تو هم در تمام بازی دست داشتی. مار نمک حرام. مار تو هستی؟ خانم بیادر، تو قصد جان مکدی در وجودم زهر داخل کردی. شاید تمام اینا خداوند است. خانم بیادر فشارتان بالا میره، مریض میشین. لطفا آرام باشین. اولادا کمک کنین، خدای نخواسته چیز نشه. اوه خدایا، تو برم صبر بده، کمکم کن. من از این درد نجات بده خدایا. از این به بعد این قسم دعا زیاد خواد کردی، اما صبر نه. خواد گفتی که خدایا جانم بگی. خواد گفتی مام یک وقت همین قسم دعا میکردم. یک نفر اینا رو بیرون کنن خدایا. صبر بده، زود کنین از اینجا برین. برین. صبر کنین. شما خودت چی فکر کردین؟ حکم روایی تو تا همین وقت دوام داشت عروس خانم. هرچی باشه شوهر هوا خانم از شوهر تو کده بزرگتر است. فعلا تاج در سر او است. تو دانتا بسته کن. چپ باش. خدا جزایشان بده. میخواین به زور صاحبی قصر شون. خدا مالکی خانه فکر میکنه. خانم کاکا، کار از ما ساخته نیست. کاکا این با دستای خود قباله رو برش داده. اونا به مقصد خود نمیرسند. من جزایشان میبینم. ما به اینقدر آسانی شکست قبول نمیکنیم. یوسف، اونا خانه ما را اشغال کردن. مادر جان بلیاز خدا. گفتم از پیشورین پس شبان که برم. مادر جان مریض میشین، لطفاً آرام حالا باشین. من به اینا چی بگویم؟ هیچ نمیفهمم چی کنم. دست و پای من بسته کردین. نه گپ زده میتونم، نه اونا را زده از این خانه بیرون میتونم پدر. با مسئل کن، با مسئل کن. از اینجا بخیز. مادر این قسم راحت چیشتا فکر میکنی که همه چیز حل خود شد؟ از اینجا گفتم بخیز. مادر آرام باشید. آرام باشید مادر. لطفاً. تو دیدی این کسی را که جای دادیم آل دوای مالکیت میکنه، از ما حق مادر آرام میخواید. باشید.
چطور آرام باشم؟ چطور آرام بودم میتونم؟ ما به اتاقا در این قصر زندگی خود سپری کردیم. جوانی ما در اینجا تیر شده. چطور آرام باشم؟ برم جواب بده. یلماز از اینجا بخیز گفتم. از اینجا بخیز. خانم کاکا بیادر مادر آرام باشین. جمیله دوای بیادرم بیار. کاکا شما همینجا باشین. دخترا یک بار فشارش ببینید. آی یوسف فشاربان، بلیاز خدا بالا برو. اونا داخل خانه ما شدن. درست است آرام باشین بانین که فکر کنه مادر. در مورد چی فکر کنم؟ ها؟ در مورد چی یوسف؟ همیال بالا برو اونا رو از اینجا بکش. مادر بس است دیگه، بس است، چپ باشین. آی یوسف پیش مادرم باش. آرام باشین مادر. حال قصر مربوط ما میشه. در هر اتاقی که خواسته باشین بوده میتونن. این روزم دیدم. صبر کنین خاله، هنوز هیچ چیز معلوم نیست. نمیبینین در پایین قیامت بپا شده. توبه بیازو ما هم خواه همیره میخواستیم. همه چیز طبق میل ما پیش میره. ما را چند دقیقه تنها بانین. خالیم همین جمعی باشه. ما هیچ چیز از هم دیگه پنهان نمی کنیم. شما هر دو همراه ما بیاین. هر چیزی که میخوایی اینجا بگو. در مقابلت استاده هستیم. بیبی هر چی که میخوایی آدم ما را بگو. هر کاری که دلت بخوای انجام دادن نمیتونی. همیشه کل چیز باید طبق میل تو پیش بره. اما تو نیست یوسف خان. درست است، من سهمتان از شما میخرم. چقدر میخوایی؟ چی میخوایی بگو؟ بازم مال دنیا. اوه خدایا، آی کمکم کن. مادر جان کاش که اینجا نمیخوابیدن. آی بادر، ولی از خدا مداخله نکن. مرام غرض نگی. اوه زندگی ما را تباه کردن. آی از قدیم گفتن مار از پودینه بعدش میایه. او در پیش خانه سبز میکنن. اوه بان که گپ بزنن باده. تو گپ نزن محمد. پولدارا همه قسم عادت دارن. فکر میکنین که همه چیز خریده میتونین؟ این کار دیگه مربوط تو نمیشه. گپا دراز نکو، بگو چقدر میخوای. هر چیز خریده نمیتونی. با همسرم در خانه زندگی میکنم. دیگه هیچ چیز نمیخوایم. با این کارت باید خاتمه بدی. تو سرم امر کردن نمیتونی. یوسف باده. چی شده؟ خوب هستی؟ خوب هستم. خانم یوسف خان آمد. بچه اونا میرن. بچه میخوایی کجا بری؟
اوه خدا، وقتی من خواب بودم بازی دختر کجا گم شد؟ آقا رشید. بیدار شدین خانم شریفه؟ بیدار شدم. خب حال وضعتان چطور است؟ به خدا مثل دیوانا شدیم. هر دقیقه دوا میخورم، نمیفهمم فایده داره یا نه. شب و روز خواب هستم. وقتی بیدار شدم دیدم هوا در خانه نیست. زیاد زنگ زدم اما موبایلش جواب نمیده. بسیار به تشویش هستم. تشویش نکنین. وقتی شما خواب بودن گفت که به عادت پدرش به شفاخانه میره. حالی در شفاخانه است. حتما زنگ موبایلش نمیشنوه. خدا را شکر. به خدا بسیار به تشویش شدم. وقتی میخواست جایی بره یک یادداشت خو میمان که به تشویش نمیشدم. خب فکرش نشده دیگه. اما قسمی که گفتم تشویش نکنین او تنها نیست، امرش المازم است. من اینا رو داخل برده پس میایم. چی کشت کنی؟ امور دراو میکنی. دختر خانم میده چطور است؟ چطور باشه دیگه؟ زندگی او را ای احمقا تباه کردن خواهر جان. تشناب رفته بود، نمیفهمم صحتش چطور است. دختر هوا شیطان است. او از کجا فهمید که الماس با شیخان جغلو است؟ باز تو تانست که رو گب داده امرایش نکاح کنه. اگر میفهمیدم قسم میشه به خدا یک دقیقه صبر نمیکردم، حتما برش واقعیت میگفتم. تو چی میگی دختر؟ چی شده پنر؟ نه که ماتم گرفتی؟ بجایی که گریه و زاری کنه نو بکس ببرین. من برتون چی گفتم؟ نه که گپای مرا نشنیدین چطور؟ 10 سال اگه گپ ما قبول نکنین باز وقت گریه خواد کردین. بکس ببرین. ای بکس کجا ببریم؟ با اتاقم ببرین. اول هوا با خود یک اتاق انتخاب کنه، باز لوازمش جا بجا کنین. تو هم بالا بر ما چای بیار. زیاد تال ندی. سرم پشو. حالش چطور است باده؟ خوب است محمد. تو را در این وضعیت دیده بسیار ترسیدم. بفرما برسن جان. دختر چند بار شده زنگ میزنم، چرا جواب نمیدی؟ رانندگی میکردم. استعفا دادی ها؟ بله باید کارم میکردم. یعنی چی کی کار میکردی دختر؟ آدم یک خدافیزی میکنه اما تو نیست؟ بسیار خفه شدم به خدا. یک استعفا دادی دلیلش چیست؟ برسن میشه در این مورد بدن گپ بزنیم؟ اما رابطه خودم رای ما قطع نکو، اگر نی خفه میشم. درست است، بدن گپ میزنیم. پدر؟ خوب هستین؟ ما و پدرت با هم قدم زدن میریم دخترم. تو متوجه مادرت باش، درست است؟ من رانندگی میکنم مراد. بیادر چی جریان داره بیادر؟ پیش از اینکه این کار کنی یک بار امرای من گپ میزدی. من بیادرت نیستم. یک مشوره میکدی، نظر من میخواستی، شاید یک راه حل پیدا کردم میتونستم. درست است، او هم بچه‌ت است.
اما اگه از حقش برایش زیادتر داده باشی باز بین بیادرها مشکل به وجود میآید. تشویش نکو حسن. نه، ما به غیر از سهم خود به هیچ کسی هیچ چیز ندادیم. مطمئن باش. شما و محمد هیچ تشویش نکنین. حالا دیگه بریم. خدایا تو برم صبر بدی. خدایا تو برم صبر بدی. آی میبینه که تمام مردای ما از خانه بیرون رفتن. خدایا ما را همراه این شیطانات تنها ماندن. مادر جان من از یوسف خواهش کردم که از اینجا بره. زیاد عصبانی بود، ترسیدم کدام حادثه از دستش رخ نده. حادثه میشد. باید اونا را مجبور ساخته از این خانه بیرونشان میکرد. اوه اما نتانسته که این خود راه حلش نیست مادر جان. یعنی اول بار این که اوضاع کم آرام شوه یوسف حتما یک راه حل پیدا خواهد کرد. مادر؟ منور. خوب هستین؟ جانم. چی جریان داره؟ کل چیز گدوت چراست؟ بیازو تو از تمام دنیا بیخبر هستی. بهتر است که بری مشکلات خود حل بسازی. پدرم هم خوب معلوم نمیشد. او کسی را که تو پدر میگینی به خوابیدن هم جای نداره. خداوند خودش حق او را خواهد داد انشالله. بخیز الله دخترم، بخیز. او ما را به اتاقای ما رفتن. اونا به خانه ما داخل شدن. مادر لطفا بشینین. مادر خوب هستین؟ ای سرم. بشینین. مادر در مورد کی گپ میزنین شما؟ هوا در قصر است. در بالا با شوهرش از حال فهمیدی؟ آرام باشین. خدایم چی میشه؟ ما را از این حالت نجات بده خدایا. دقیقه هیچ کدامشان نشدین و داخل شدین. دیدین همگیشان چطور حیران ماندن. ها؟ نه تمام عمرم که در قصر بودم اتو یک روزه ندیده بودم. با خدا و خود چهره کلشان از دیدن بود. من خود بسیار لذت بردم. خدا پدر میگه نه گپ زده تانست و نه جواب داد. از شرم زیاد حتی به جای خود شیشته نتانست. به این میگن پدر. به هر صورت اونا عادت ندارن کسی در مقابلشان قسم استاد شوه. همیشه کاری را که میخواین باید انجام شوه. اما صبر کن. وقت کاری ازشان نیایه باز دگان بازی جالب میشه. خوب است. کلشان چوب شدن. هر کس در یک گوشه گم شد. یوسف هم رفت. حالا ما چی کنیم خاله؟ صبر کن دختر. کلشان دانه دوباره اینجا خواد آمدن. او میایه. وقت تو یولمازه با هم دید. اگه دلش آتش نگرفته باشه من نام تغییر میدم.
هوا بیا که کمی گپ بزنیم. گفتم باید گپ بزنیم. درست است یلماس. تو میخوای مرا دیوانه بسازی؟ دیوانه شدن چی است؟ تو ایره میفهمی؟ ها؟ تو واقعا ایره میفهمی یوسف؟ من با تو هیچ کاری ندارم، فهمیدی؟ ما فقط یک بار با هم سر خورده بودیم، فقط همقه. این گپا را به من نگو. دیگه به من دروغ نگو. بگو نیتت چیست؟ چرا اینجا آمدی؟ میفهمی نیت من چی است؟ ای که در اینجا بیایم، در این قصر، در پهلوی اتاق تو، در کنار، در مقابل چشمایت، فهمیدی؟ ناراحت میشی؟ ها؟ خوب است، تو هم باید درد بکشی. کجاستن؟ چرا؟ گپ میزنن. کل چیز بین ما خلاص شد. چرا مرا رنج میدی؟ تو واقعا میرنجی یوسف؟ ها؟ قلب تو گاهی هم درد میکنه؟ وقتی به گپایم گوش نکردی، سرم اعتماد نکردی و از من روی گشتاندی، سرم تاثیر نکرد؟ بیبی که تو را از اینجا بیرون نمیکنم و او به شرف از بین نمیبرم. دلیلش است که نمیخوایم درد بکشی. با همین خاطر تو در اینجا هستی. چی شده؟ لوازمت جمع کن. از اینجا میریم. خوب هستی؟ قصر به شما رها کرده میریم. به خوشی زندگی کنین. زیاد اصرار نکن. من هیچ جایی نمیرم. مادر ببینین وضعیت از یک قدر دشوار نسازین. من دشوار میسازم؟ ها؟ من دشوار میسازم؟ درست است مادر، شما دشوار نمیسازین، اما فعلا کار عاقلانه همی است. لطفا درک کنین مادر.
تو چی میگی یوسف؟ چی میگی؟ کجای این کار عاقلانه است؟ این خورای حل نیست. مثل ای که با دستای خود قصر به اینا توفه بتیم، یا اگه خواسته باشی برشان بگوییم که بسیار معذرت میخواهیم، ما بی از او میخواستیم بریم، بفرمایین کلیدام از شما باشه. ها؟ ما چرا باید از اینجا بریم؟ اونا باید از اینجا برن. آمدن میگن نصف قبال سهم ما است منور. ما یاد ندارم که اونا را از دروازه بیرون بندازم. اونا میتونستن که ما را از این قصر بیرون کنن. تمام اینا برمان انگ خود بود. ما در اینا همراه ما بازی میکنن. لطفا مرا مهره ای بازی نسازین. حق به جانب استی. حق به جانب استی. این اتفاقات واقعا منحوس هستن. دیگه حوصله ندارم. خانمتم حامل است. او بیچارم ناراحت شده باشه. راست میگی. حالا اگه اینا نمیخواین از اینجا برن، پس تو از اینجا برو. اما من از اینجا هیچ جای نمیرم. مادر قربانتان شو می کارا نکنین. همراه بچه‌تان بیاین. مرا تنها نمانین. من یک راه پیدا میکنم مادر. آی ناق گپ نزن بلیاز خدا. بچیم بسیار وقت میشه که تو از من روی گشتاندی. تو تشویش نکن. من مثل همیشه به خود یک چاره پیدا میکنم. مادر دی وضعیتی گپا را بانین دیگه. خواهش میکنم مادر. یوسف بچیم تو چرا نمیفهمی؟ ها؟ بله درست است که در کاغذ نوشته شده که نیمه قباله سهم اوست. هیچ چیز تغییر نمیکنه. هر چیزی که نوشته شده حقیقت بوده نمیتونه. بچه ما تمام عمر در اینجا بودم. شما هم در اینجا بزرگ نشدین؟ ها؟ در این قصر در هر اتاقش، در هر جایش، از هر گوشی این قصر خاطره دارم. شاید به شما یک سرپناه باشه. بله اما این خانه ماست. چرا نمیفهمی؟ بچیم زندگی ما دم اینجا سپری شده. دم اینجا پیر شدیم. از اینجا فقط جنازیم بیرون خواهد شد. ایره فراموش نکن. ها اما اگه تو زیاد جدی هستی دست خانمت بگی و برو. مادر اینجا خانه ما هم است. اما دیگه اینجا بودن نمیتونم. چرا نمیفهمین؟ من نمیخوایم ده اینجا زندگی کنم. با یک هتل میریم یا یک جای دیگه با زندگی کردن پیدا خود کردیم مادر. من نمیخوایم بر رزالت زندگی کنم. لطفا مادر باید همراه ما بیاین. من نمیایم. تو لوازمت جمع کن. همراه ما میری. من مادر مرا کده نمیتونم. پس چی میکنی؟ همراه او به شرف در یک خانه زندگی میکنی؟ لوازمت جمع کن. همراه ما میری. خیریت باشه. ما میریم محمد. کجا میرین؟ نمیفهمم اما با اینقدر مشکلات که در قصر است دیگه اینجا زندگی کردن نمیتونیم. یعنی که یوسف هم نتونستی درد تحمل کنه؟
آماده استی؟ چند جور لباس ما گرفتم، میتونیم بریم. مادرم نمیایه. میخوایی مام یک بار گپ بزنم؟ هر گپی که گفتم میشد ما گفتم نمیایه. پس درست است. از پدرمشان چی خبر؟ دم از راه است. پدرم همراهش است. تشویش نکن. بچه کاکا تو خود اینجا میباشی. متوجه مادرم باش. من منوره همراه خود میبرم. راستش در اینجا بودن اقدر خوش مام نمه، اما چی بفهم به نظر ما همراه شما بیایم. بچه کاکا تو باید اینجا باشی. یک بار ما خدا جمع جور کنیم باز گپ میزنیم. تو همینجا باش و از پدرمشان مراقبت کن. درست است. اینا واقعا تصمیم رفتن نگرفتن خاله. بسیار خوب شد. معلوم میشه یوسف خان اینقدر ناراحت شده که مجبور به ترک خانه شده. حمید اگه بمیرم از این خانه نمیره. یلماز خانم هم اینجا میباشه. باید بگویم یوسف هم از اینجا دل کنده نمیتونه. انشالله قسمی که میخواییم خواهد شد. یک بار فکر کن. از همه چیز تیر شد. دیگه مزاحم شما نمیشه؟ ها؟ او ده تو یک جنجال بند مانده که با آسانی نجات پیدا کرده نمیتونه. شما رسمانه کش میکنین. او هم آیسته آیسته خواهد آمد. پینار گوش کن، ما میریم اما تو در اینجا باید متوجه هر چیز باشی. از هر حرکتی گلماز و هوا باید با خبر شوم. درست است؟ حالا منور زود باش. بنار متوجه مادرم باش. اگه مشکل پیش شد برام زنگ بزن. درست است. تو چرا گریه میکنی پنار؟ خان صاحب تمامی اتفاقات گناه محض. اگه گپایی را که میفهمیدم از اول برتان میگفتم شاید هیچ کدامی بلاها سرتان نمیامد. تو از چی خبر داشتی؟ وقتی ما به نکاح خود وقت میگرفتیم هوا و یلماز در موروز نکاح میکردن. اما به خاطر که شما عصبانی نشین براتون چیزی نگفتم. به خدا از همین خاطر چیزی نگفتم خان صاحب. اگه خبر میشدین باز شاید آمادگی خودم میگرفتین. اگه میگفتیم چیزی تغییر نمیکرد. اینا فریب کار هستن. از هر راه استفاده میکنن. تو متوجه مادرم باش. اگه مشکل پیش شد خبر بده. زود باش منور. دردی ما مشابه است. وقتی با تو نگاه میکنم خودم میبینم هوا.
کجا یوسف خان؟ نمیفهم. فعلا به خانه تابستانی میره. در خانه تابستانی کل ما جایی میشیم یوسف؟ باده حق با جانب از بیادر بیاین که به هتل بریم. نه خیر، به هتل رفتن نمیتونیم. اگه کسی ما را ببینه صد رقم گپ میکشه، رسوا میشیم. ما دیگه حوصله گپ کسی را ندارم. خب درست است، پس کجا بریم؟ خانه شما کسی نیست؟ خانه ما؟ کدام خانه ما؟ خانه پدرتا میگم. کسی خونه خود بود، اما حال رفته کل چیز به پدرم بگویم؟ مجبور هستیم، بالاخره خبر خود شد. کم از کم این موضوع بین خود ما باشه، نباید کسی دیگه خبر شود. راست میگی، اما پدرم خو میشناسی، اگر یگان گپ بزنه بازو و خفه خود شدی. از این قدر بیشتر ما را جگر خون ساخته نمیتونه. سزار خانم استراحت کردن، اما این قسم رفتن تا هیچ خوب نیست. چیز را فراموش نکنین. راستش اگه فردا به راحتی میرفتین خوب میشد. این کار به خیر کل ما سایشه. این کار به خیر کل ماست. با چقدر وقت میرین؟ من نمیفهمم. هر وقتی که سزار خانم خوب شوند تا او وقت. خیرت باشه انشالله. توبه توبه، کی باشه دیگه وقت شب؟ دخترم خیرت از دی وقت شب چرا زنگ زدم اما تلفنتون جواب ندادین. به خاطر که مادرت خواب بود. موبایلم در لرزه مانده بودم. کدام اتفاق بد خورخ نداده؟ اگه اجازهتان باشه داخل بریم. البته میبخشین، متعجب شدم. میبخشین که دی وقت شب به خبر آمده. خواهش میکنم، استغفرالله، بفرمایید. اینا را بیبی بدل جمع شیشتن و غذا میخورن. نمیشرمن کلان آدماده اینجا می نوشن. تو هیچ خجالت نمیکشی که به اینا خدمت میکنی؟ چی میگدم حمیده خانم؟ حوازم خواست. زود باش، برو داخل. ما داخل بیایم امرایتان کار دارم. حالا براتان نشان میدم. شما میخواین با این کارتان چی را ثابت بسازین؟ ما لذت میبردیم. شما بفرمایین. خب اینام به هر صورت. تو را چی شده سلطانه؟ ها؟ تا امروز تو غذای مرا نمیخوردی؟ ادای خانه من نبودی؟ با پولی ای خانه صاحب طلا و لباس نشدی؟ ها؟ بابا که دروغ میگم. نمک حرام. بخیز از اینجا. بخیز و به من قهوه آماده کو. گفتم بخیز. خانم آرام باشین. اگر نی فشارتان بالا میره. خالیم بعد از این خدمتکار خانه نیست حمیده خانم. باید از جمیله یا از پنار بخواین تا براتان قهوه بیارن. خوی قسم است. اما بیبی برت یک گپا میگو. ما صاحب ای قصر هستم.
شما را در اینجا اجازه نمیدم. به خود بیاین. اگر این قصر براتان جهنم میسازم. تو مرا تهدید میکنی؟ هر قسمی که خودتان فکر میکنین. تو باش بیادر، اما گپ میزنم. تو لیاقت همه قسم کار داری. درباره گپا باید قبل از مرگ هوا فکر میکردی حمیده خانم. خانم بیادر بیا که از اینجا بریم. خانم حمیده در قضیه اینا نشین. پنر ای گپا تو گفتی؟ اینجا مک خانجی اغلا شیشته. گفتی خانجی اغلو شیشته؟ نه خیر بچیم. با خانجی اغلو گفتن خانجی اغلو نمیشی یلماز. اگه بگویم که مادرت یک زن بد اخلاق بود، پس چه از سر رایم؟ دعا کنین که بزرگ هستین. اگر نه از این کارت پشیمانت میساختم. فهمیده شد؟ بس از یلماز. آرام باش یلماز بچم. یلماز درست است، بیا بشی. بس از دیگه. یلماز شما بیاین خاله. بیاین خاله جان. تو اینجا چی میکنی؟ ها؟ گفتم تو اینجا چی میکنی؟ از این که حق خدا به اونا جایز دادی دیگه در اینجا جای نداری، فهمیدی؟ برو گم شو. خانم با اتاقتان برین. یعنی که هوا در قصر همراه شوهرش جابجا شده، همونطور نیست؟ بله، غیر قابل باور است اما حقیقت هست. حالا دیگه وقت گپ زدن تیر شده یوسف. وقت او را زیاد روی بیتی معلوم داره است که این کار انجام میده. این کار با ما هیچ ربطی نداره. تمامش نتیجه کارهای پدرم است. یعنی به گذشته ما هیچ ربطی نداره. خوب است. وقت تو قسم میگی قبول دارم. من میرم که خبر سزا رو بگیرم. ما میرم به آیشه خواهر کمک میکنم. بیبی به خاطر این رزالت حتی از دخترتم طرفداری کردن نتونستی. به خاطر تو رابطه من و چی حالت رسیده؟ کاش که در خانه تابستانی میرفتیم بیادر. اما نمیفهم که وقت جلو همه داره کی میگرفت. هر کاری که گفتی انجام دادم. هر چی که خواستی برات دادم. از این بیشترم برات انجام داده و بخشیدم میتونستم، اما تو خانمتان مادر مدش نام میده. به خاطر شما ای کار کرد. با جایی که او را خاموش بسازین یک کلمه از دهنتان بیرون نشد. هنوزم آمده مرا مقصر میدانین، همونطور نیست؟ اما یک گپ برتان میگم. شما هنوز مرا نشناختین. هیچ نشناختین.
بالاخره صاحب این جام شدم. بازم مثل سابق تناستم. اما اگه صاحب کل چیز باشم چی فایده؟ صاحب قلب یوسف خوش شده نتونستم. به هر صورت گذشته را کنار بانیم. ما بازی خود بین 4 دیواری ادامه میتیم. یوسف خود از اینجا رفت. وقتی او نباشه این قصد با این بزرگی هیچ مفهومی برم نداره. بیا که بریم. هوا باش با هم گپ میزنیم. تشویش نکن، من مثل دیگه اعضای قصر نیستم، تو را درک میکنم. بس از خانم، بسیار شور دادین. ببینین اگه خواسته باشین بشینین، من انجام میدم. میفهمی او چی گفت؟ گفت بار دیگه یاد بزرگیت نمیکنم، از قصر بیرونت میکنم. تو به خدایا میخوای قصر برم جهنم بسازه. میبینم که چی میکنه. بیگانه آمده صاحب خانه را بیرون میکنه. خانم فراموش کردین که بوره بندازین. تو چرا مداخله میکنی؟ ها؟ تو چرا مداخله میکنی؟ شما بی بوره را خوش نداشتین و از او خاطر گفتم. اما هم همیره میگم. چرا مانع ما شدی؟ ها؟ میموندی که از مویایش گرفته و زیر پایم منداختمش و خوب لطش میکردم. خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه. در این خانه نی نظم مانده نی اخلاق. یک قوه جور کده نمیتونیم. من نمیخواستم اینجا بیایم جلال، اما بیادرم مرا به زور آورد. فرق نمیکنه، اما بیازه فردا. عزیزم نمیایی؟ تو اینجا بودی؟ تشناب رفته بودم بیادر. منور اتاق تو هم در پایین است، بیا که بریم. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. بزومه هیچ وقت روی آرامش ندیدیم محمد. راستش من اینجا به خاطر نوشیدن نامدیم. بگمش نبوم. روزی که اختطاف شدی پیش یوسف بودم. کاش که میفهمیدی که به چی وضعیت رسیده بود. در کل جای تو را میپالید. چی فرقی میکنه؟ اگه به این وضعیت رسیدیم به خاطر او است. وقتی به زندگی کسی آتش بزنن معلوم دار است که دیوانه میشه. تو هنوزم آتش تو در قلب یوسف شعله‌ور از هوایی را بفهم. بازم خانم خدا گرفت و رفت. حالا چی خواهد شد؟ میفهمی؟ وقتی یک مرد معشوق خدا با شخص دیگه ببینه چه درد را متحمل میشه. وقتی یوسف تو را در کنار او دید راه خدا گم کرده بود. اما حق با جانب هستی. رفتن یوسف هیچ خوب نبود. قسمی که گفتی بدون یوسف زندگی تا پیش بردن نمیتونی. بیبی، یک مرد به خاطر معشوقی خود هرگز از مشکلات فرار نمیکنه. یوسف هم همه قسم است. باید به یک شکل یوسف و تو باور کنه.
باز وقت تو به عشق خود رسیده میتونی هوا. تو باید حتما یک کاری کنی تا که یوسف دوباره به قصر برگردانی. یا تو یوسف درست نمیشناسی یا من. بسیار خوب است. هر کاری که از دستت میای انجام بده تا یوسف دوباره برگرده. هم هوشیار هستی و هم مریض. کاملا گپ دل ما گفتی. پس شروع کن. عزیزم وقت فرانسه میریم، پس یکم تفریام کنیم. بسیار وقت میشه که با هم تنها نبودیم. درست است جانم. یک بار تا دوید کاملا خلاص شوه تو خوب شوی با تفریام خود کردیم. خاله کجاستین؟ بیا دا اتاق هستم. چی میکنین؟ چی کنم؟ خواستم جایتان آماده کنم. چی میگفت محمد خانجی اغلو؟ میخواه به ما کمک کنه خاله. از کدام طریق؟ میشه ده بار صبح گپ بزنیم؟ بسیار خسته هستم. درست است. حالا بیا به ما کمک کن. یوسف دیگه اتاق بزرگتر از این نبود. اگه ده اتاقای جدا میرفتیم پدرم حتما چیزی میگفت. بازم اگه خواسته باشی یک اتاق دیگه آماده کردم میتونم. ضرور نیست. به از من خواب نمیکنم. راستی وقت چاشت همراه یلماز گپ میزدی از ازدواجشان خبر داشتی؟ یا که همراه ما یک جایی خبر شدی؟ چی فرق میکنه بالا؟ دیگه این موضوع رو بسته میکنه. من گپ زدنتان از دور دیدم. تو بسیار با جدیت همراه یلماز گپ میزدی. فکر کردم به خاطر همی باشه. بس از خواب که دیگه بالا. شب بخیر. شب تو هم بخیر. جای دخترها هموار کردن. سلطانه خاله گفت چیزی نگوین تا کسی خبر نشوه، اما من سر کوچ خواب میکنم. ناراحت خو نمیشی؟ نمیشه.
ما امروز زیاد خسته شدیم یلماز. شب بخیر. وقتی اول در قصر آمدم دمی اتاق بودم. بعضی چیزا به زودی تغییر نمیکرد، اما تغییر خواد کرد. کسایی که به مادرم دشنام میتن زبانشان قطع میکنم. باز خواد دیدن. تو هم میبینی هوا. هوا؟ چی گپ است؟ هنوز بیدار نشده از جای خود جمع میکنی؟ چی شده؟ چی میخوایی؟ بی هنوز هم از من میپرسه. اعصابم خراب نکن، آماده شو که بریم. همین الان میریم باده؟ به نظرم تو میخوایی همینجا باشیم. نه خیر، بیا ما میخوایم که خانه برام. با تشویش مادرم هستم. پس خوب است، بیا که بریم. شریفه خوش آمدی، صفا آوردی. خوش باشی نوشه جان. بفرمایین امیل از آقا رمزی غذایشان خوردن. چی حال داری؟ خوب هستی؟ خوب هستم خدا را شکر. نام خدا تو هم خوب معلوم میشی. خوب هستم. بیا از او دکترام برام گفتن که هنوز باید مرخص میشی. حال تو هم آمدی زودتر خوب خواد شدم ها. هوا کجاست؟ نمیفهمم. چطور نمیفهمی؟ در کانتین خونه رفته باشه؟ نه قرار بود اینجا به شریفه؟ یعنی او دختر دیشب پیش تو نبود؟ نه خیر اینجا نبود. یوسف دوباره به قصر میارن. ایچی تو امکان داره؟ اوشه دیگه نمیفهمم. برن بیارن، از هر طریقی که میخواین بیارن. فقط میخوایم یوسف اینجا باشه، دیگه چیز نمیخوایم. راستش بر من مهم نیست. اگه امروز نشد فردا خواردوی ما را قبول میکنن، یا به عنوان یک خانواده یک جای زندگی میکنیم، یا که از اینجا میرن. به نظر من خو حمیده جای خود تکان نمیخوره. یوسف و مادر خدا اعلان نمیکنه. پس روزه خوبی را پیش روی داریم. هایسته او دست پای خدا سر من نشکنان ها. آدم موری کار خدا انجام میتی. هایسته پنار اتاق منور هر چیز زودتر خالی کن. بعد از این خالیم ده اونجا زندگی میکنه. تو چی میگی؟ چرا زیاد متعجب شدی؟ تو خمره از بسیار وقت پیش میشناختی پنار. چیز نپرسو دستور ما اجرا کن. زود باش. بیاین که ببوسمتان. از حد خود میگذره. بازو شیطان صفت چی میگه؟ چیزی نمیگه خانم. غذا خوششان نامد. مرا گفت دوباره پخته کو.
زهر بخورن انشالله. آیی میبینی این وضعیت؟ من در خانه خود این روزه میبینم. تو بکدیم خدایا. باز خواد دیدیم. اوف، نیست موبایلش هم خاموش است. وقتی هوا دیروز از خانه بیرون نشد برای چی گفت خانم؟ من استراحت کرده بودم. هوا براشید گفته که در شفاخانه پیش پدر میرم. او بچه همراهش بوده. یولماز از چی است؟ در شفاخانه می آمدن. به خدا کم مانده دیوانه شوم. این چی روز است؟ به سلطانه زنگ بزن. او حتما میفهمه که کجاست. سلطانه تو کجاستی؟ من در قصر هستم خواهر. خیرت باشه. پس هوا کجاست؟ دیروز تو یولماز و هوا یک جای بیرون شدین. از دیروز تا به حال او دختر کم است؟ نمیفهمم. باش که یک بار از یولماز بپرسم. اگر تو نفهمی یولماز از کجا میفهمه؟ صبر کن میپرسم. حالا خانم امیده صدا داره. باز بعدن بر زنگ میزنم. خداحافظ. تو به خدایا. چی گفت خانم؟ خودش خبر نداشت. گفت از یولماز میپرسم. پس حتما کدام نقشه دارن؟ از یکی برات گفته پیش من میآیه و تا حالم گم از نامده. حتما کدام نقشه دارن؟ تو هم کاملا مثل دیوانا گپ میزنی. او یولمازم حتما هم دستشان است. در روزای آخر هر جا که هوا را میدیدم او هم همراهش بود. آی او تو هستی که قسم فکر میکنی. خسته شدیم به خدا. خسته شدیم دیگه. درباره ای هیچ فکر نکرده بودیم. پیش پدرت رفته. وقتی اونجا نبودی باز دیوانه شده. وای خدا. برش بگوین که پیش توبراک روانش کردیم تا کمی وقت به دست بیاریم خاله. به نظر من باید هر چیز برش راست بگوییم. بالاخره خبر خواهد شد. تو مادر من هنوز نمیشناسی یولماز. اگه بفهمه که برش دروغ گفتیم تا حقیقتا نفهمه پشت این موضوع را اعلان نمیکنه. اوف، یکمی کم بود. آل اتاق منم گدوت خواد کرد. ها، به خاطر که یگانه مشکل اینا نیستن. تو هم کل چیزا در اتاق خود میمونی. دیگه چاره ای ندارم. ما در اتاق چیزای زیادی را پنهان کردیم.